سلام چینگو، من نرگسم و قراره توی ویدیو هم راجع به مسائل کیپاپ و کیدراما با هم حرف بزنیم. موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که کدوم سریالا بهتر بودن یا توی هر شبکه‌ای کدوم سریال پربیننده تر بوده. شاید شما هم مثل من مرتب پیگیر اخبار کیدراما و کیپاپ باشید. در این صورت با این اصطلاح که مثلا فلان سریال رکورد بیننده رو زده یا توی فلان سریال کدوم قسمت از همه بیشتر بیننده داشته حتما آشنا هستید. خب اول اینو بهتون بگم که اصلا این رتبه بندی ها و درصد آمار بیننده ها چجوری حساب میشه، از کجا میاد. شبکه‌های معمولی و ملی تلویزیون کره توی بیننده ها همیشه از شبکه‌های کابلی درصد بیشتری رو داشتن و بیننده های بیشتری رو داشتن. مثلا اگر یه برنامه یا سریالی توی شبکه‌های معمولی 5% بیننده داشته باشه یه چیز معمولی و متوسط حساب میشه، اما اگه یه سریال یا برنامه توی شبکه‌های کابلی 5% بیننده رو داشته باشه آمار خوبی براش حساب میشه. حالا این عددا از کجا میاد؟ برای حساب کردنش اینطوریه که یه بازه زمانی رو در نظر میگیرن، مثلا ساعت 8 تا 9 شب که اکثرا سریالا اون حدودا پخش میشن و نگاه میکنن که چند خانوار، یعنی در واقع چند دستگاه اون ساعت روی اون شبکه هستن و نه هر یک نفر. مثلا سریال کراش لندینگ آن یو 23.7% آمار بیننده هاش بوده که یعنی حدود 22% از بیننده های شبکه های کابلی اون ساعتی که این پخش می شده روی شبکه تی وی ان بودن. و اینم گفتیم که آمار این شکلی برای شبکه های کابلی خیلی خوبه. امیدوارم که گیج نشده باشین. حالا برگردیم به موضوع اصلی ویدیومون، این که توی هر شبکه کدوم سریال پربیننده تر بوده و به اصطلاح از نظر بیننده ها بهتر بوده. اول اینو بهتون بگم که من میخواستم یه خلاصه از هر سریالم براتون بگم، اما من خودم زیاد خوشم نمیاد از اینکه برم مثلا خلاصه سریال رو توی سایتی یا جایی بخونم و بعد کنجکاو بشم برم سریال رو ببینم. حالا یا بازیگراشو میبینم یا یه ادیتی چیزی میبینم ازش که تشویق میشم برم اون سریال رو تماشا کنم. اولین شبکه‌ای که میخوام بهتون بگم شبکه MBCه که یه شبکه معمولیه و کابلی نیست. توی سال 2024 سریال شوالیه گل یا شکوفه شب که از روی یه وبتون به همین اسم ساخته شده پخش میشه. یه سریال 12 قسمتی توی ژانر کمدی و اکشن و عاشقانه. آمار بیننده های این سریال 18.4 بوده که تونسته سریال سراسین قرمز و پشت سر بذاره. اون سریال هم که میدونید خیلی مطرح شده بود و جونهو توش بازی کرده با لی سیونگ. امتیاز این سریال توی سایت IMDb 7.7. دومی شبکه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم یه زمانی واقعا بهترین سریالا رو داشت به نظر من، شبکه SBS. سریال پنت‌هاوس که میدونید خیلی معروف شده بود و توی 3 فصل ساخته شده بود. فصل دومش به اسم پنت‌هاوس جنگ در زندگی یا همون وار این لایف تونست امتیاز 29.2 رو بگیره که پربیننده ترین سریال این شبکه است تا الان. فصل دوم این سریال 13 قسمته و سال 2020 هم پخش شده. رتبه IMDb این سریال توی سایت رسمی خود IMDb 7.9. سریال دوم این لیست از شبکه SBS دکتر رمانتیک 2. بچه ها متاسفانه باید بهتون بگم که من تا به اینجای کارش که من این 2 سریالی که گفتم رو خودم ندیدم، ولی شما اگه دیدین حتما نظرتون رو بگین، شاید منم کنجکاو شدم دوست داشتم برم ببینم. سومی شبکه معمولی تلویزیون کره KBS. KBS برای من خیلی جالب بود رتبه هاش، مثلا وقتی که اومدم سرچ کنم ببینم که کدوم سریالا مال چه سالی هم و کدوم رتبه های بالایی داشتن توی آمار بیننده ها. مثلا سالای هول و هوش 2010 2012 اینا سریالاش خیلی آمارای بالایی داشته. سلطان آمار بیننده ها بوده KBS. سال 2009 اگه اشتباه نکنم که سریال پسران برتر از گل بود یا همون افور خودمون که اون زمان خیلی سر صدا کرد، هممون دیدیمش. یعنی اگر کیدرامای قدیمی باشه اصلا خیلیا با همین سریال کیدرامایی شدن و حتی الان هم اگه مثلا موقعیتش باشه دوباره میشینیم نگاه میکنیم و لذت میبریم. افور خیلی آمار خوبی داشته. اما سال 2010 سریال سلطان نانوایی با بازی یون سیون تونسته 49.3% آمار بیننده ها رو داشته باشه که اصلا قابل مقایسه نیست با سریال‌های الان توی هر شبکه‌ای. البته اینم بگم که اون زمان کلا مدیاها مثل شبکه‌های کابلی و شبکه‌های اینترنتی خیلی کمتر بوده، پس مسلمه که آمار این شبکه‌ها بالاتر باشه.
اما اگه بخوام مثلا بازه زمانی سال 2015 تا 2024 رو تا همین این ماهو حساب کنیم، برای شبکه KBS میشه سریال نسل خورشید. 의사면 남친 없겠네요. 바빠서. 군인이면 여친 없겠네요. 빡세서. How many times have I told you? You're more likely to get shot being around a guy with a gun. And then one day, you'll never come back. که آمارش تقریبا 39% بیننده ها رو داشته و قبل از این سریال وقتی کامل یا شکوفه میدهد یا شکوفه میشود اول بوده که وقتی نسل خورشید اومده متاسفانه اون رفته جایگاه دوم. سال 2016 این سریال که اومد خیلی سر صدا کرد و خیلی محبوب شد، فکر کنم دیگه همه دیده باشینش. و سومسون کاپل هم که مال همین سریال بودن، بعد از سریال ازدواج کردن و ماجراهای بعدش دیگه. یه سریال 16 قسمتی بود با ژانر ملودرام و اکشن که IMDb 8.2 هم گرفت. راستی فکر کنم شنیده باشین که زن سون جون کی برای دومین بار حامل است، مبارکشون باشه. حالا بریم سراغ شبکه‌های کابلی. TVN این روزا تونسته با سریال محبوب و معروف ملکه اشک‌ها رتبه 24.8 رو بگیره که واقعا برای شبکه کابلی خیلی خوبه. سریالی که با 3% اختلاف میره توی رتبه دوم برای شبکه TVN همونطور که گفتم کراش لندینگ آن یوه. سریال سقوط آزاد بر روی تو یا همون کراش لندینگ آن یو میدونید که یه زوج داشت که در دنیای واقعی به ازدواج رسیدن و حالا یه بچه هم دارن. همین قضیه شاید باعث شده که طرفدارا بیشتر زوج کیم سویون و کیم جی اون رو توی واقعیت شیپ بکنن و هر چند وقت یه بار شایع قرارشون بیاد بیرون که البته هر بارم تکذیب میشه. دقت بکنید که این دومین سریال کیم جی اون توی این لیسته. IMDb این سریال هم 8.2. شبکه بعدی شبکه اوسینه. یادمه که شبکه اوسین یه زمانی مثلا بازه‌های زمانی 2011 تا 2018 اینا خیلی توی ساخت سریال‌های دارک و فانتزی و علمی تخیلی و جنایی موفق بود. البته الان هم همون روند رو ادامه میده، ولی اون سالا خیلی سریال‌های موفقی داشت مثل بلک، بد گایز، داستان خوناشام، وایس یا تونل. سال 2020 همین شبکه اوسین میاد و فصل اول شکارچیان شگفت‌انگیز رو میسازه که با اختلاف زیادی فصل دوم وایس رو پشت سر میذاره و اول میشه و 10.9% آمار بیننده ها رو میگیره. یه سریال 16 قسمتیه که سجون توش بازی کرده و احتمالا شما مثل من خیلی ادیت‌های خفنی ازش دیده باشین، ولی فکر کنم فصل دومش رو دادن به TVN، حالا نمیدونم چرا. رتبه IMDbش هم 8 این سریال. 앞에 한번 만나볼래? 몇 명의 인생이 하루아침에 바뀐 거야. 이게 바로 우리가 하는 일이다. 할게요. 카운터. سال 2020 شبکه JTBC که بازم شبکه کابلیه اومد و سریال دنیای متأهلی رو پخش کرد که تونست 28.3% همه بیننده های شبکه کابلی رو به خودش اختصاص بده که واقعا یه آمار خیلی خوبیه. این سریال یه سریال 16 قسمتیه، فکر کنم ژانراش خانوادگی و ملودرام باشه که یادم اون سالی که پخش شد خیلی سر صدا کرد و مطرح شده بود. رتبه IMDb این سریال هم مثل شکارچیان شگفت‌انگیز 8 روی سایت اصلی خود IMDb. خب معرفی سریال ها اینجا تموم میشه، اما باید بهتون بگم که متاسفانه من یه اخلاقی دارم که سریالایی که در حال پخشن و خیلی مطرح میشن، حالا توی ایران اینطوریه که همه میشنن در حال پخش نگاه میکنن و درگیرشن، من رغبت نمی‌کنم اون موقع ببینمش، نمیدونم چرا. و شاید به خاطر همین مسئله است که از این لیستی که تا الان بهتون گفتم من کلا یه سریال دیدم، اونم نسل خورشیده. شما اینطوری هستین که به جای اینکه برین سریالای بروز و سریالایی که خیلی معروف میشن رو نگاه کنین، ترجیح میدین بشین سریالای قدیمی و محبوب خودتون رو برای چندمین بار ببینین؟ یا فقط من اینطوریم؟ نمیدونم. مرسی.